یعنی مجموعه اسلام و ایمان و احسان دین است. دین وقتی تکمیل میشه که ما در این سه چیز بالکل تندرست باشیم، هیچ خلا در او موجود نباشه. از نگاه عقیده بالکل سالم باشیم، از نگاه عمل سالم باشیم، از نگاه اخلاق سالم باشیم. تندرستی و صحت عقیده و عمل و اخلاق کی میگه که کدام عقیده درست است، کدام عمل درست است و کدام اخلاق درست است؟ اگر این به عقول مردم حواله بکنیم، عقلای مردم متفاوت است، مفکوره های مردم متفاوت است. هر کس یک عمل که او خیلی نعوذ بالله زشت است، نادرست است، لیکن یک مفکوره انسانی او را خوب میگه. دزدی را بد نمیگه. دزد میگه بهترین چیز برای من دزدی است، نه محنت میکنم نه زحمت، برای 1 ساعت خواری میکنم، مصرف 5 ساله و 10 ساله خدا در دست میارم، قرار دیگه خو میکنم. او دزدی را عمل بد نمیگه، او دزدی را عمل خوب میگه. یک آدم سودخور عمل سود بسیار چیستا خیلی زیبا ای را فکر میکنه، میگه من بسیار فواید زیاده از همین طریق به دست میارم. عقول مردم متفاوت است. ما با کدام ترازو عمل طول بکنیم که کدام عمل درست و کدام نادرست، و عقیده را با کدام ترازو طول بکنیم کدام عقیده درست کدام نادرست. معلوم شد که ما نیاز داریم به یک ترازوی، به یک معیار بالکل واقعی که در او کسی تغییر و تبدیل آورده نتانه و همیشه پایدار است و به همه مردم است. اونجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره. او کدام است؟ او ترازو کتاب الله و سنت رسول الله. سنت رسول الله تشریح کتاب الله را میکنه. اصلا مطلب و مقصد کتاب الله است. پس عقیده او عقیده است که موافق کتاب الله باشه، عمل او عمل است که موافق کتاب الله باشه، اخلاق او اخلاقی است که موافق کی باشه؟ کتاب الله تبارک و تعالی باشه. لیکن ما چه قسم عقیده خود طول کنم تا آلی را با کتاب الله حتی رابطه تلاوت ندارم؟ عقیده خود چه قسم وزن کنم؟ از کجا بدانم که عقیده ما درست است یا نادرست است؟ ما عمل خود چه قسم درست بسازم بگویم حکم بکنم که عمل ما درست است، صحیح است، در حالی که از کتاب الله جاگاهی ندارم؟ ما اخلاق خود چطور بگویم که خیلی پسندیده و درست است، در حالی که اخلاقی که قرآن برام بیان کرده معلومات ندارم؟ از اون خاطر است که حق قرآن کریم پنجم حق تزکیه است و اصل هدف است. تلاوت سبب و انگیزه تعلیم است، تعلیم سبب و انگیزه ذریعه برای تطبیق عملی حکم الله است، تطبیق عملی حکم الله تبارک و تعالی ذریعه و انگیزه تزکیه است. اصل هدف تزکیه است. انبیاء علیهم السلام که روان شده وظیفه‌اش قرآن برای ما بیان میکنه. در آیت 129 سوره بقره بخیر برای ما میاد که ابراهیم خلیل الله وقتی دعا میکنه که پیغمبر در بین جامعه بیا چی وظایفی داشته باشه، اونجا تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت و در آخر مسئله تزکیه میاد که مردم بالکل پاک شود، جامعه و معاشره پاک شود. چه رقم پاک شود؟ از نگاه عقیده پاک. اونجا مخلوق پرستی نباشه، قبر پرستی نباشه، شخص پرستی نباشه، درخت پرستی نباشه، چشمه پرستی نباشه، اونجا الله پرستی باشه، عقیده بالکل صاف باشه، اونجا عملی پاک باشه، اونجا کینه نباشه، کدورت، دزدی، دروغ، غیبت، نمامی، بدبینی، هیچ چیز نباشه. اینطور معاشره به وجود بیا. الله تبارک و تعالی خواسته در دنیا از انسانا همین قسم یک مجموعه باید در سر زمین الله تبارک و تعالی زندگی و حکومت بکنه. الله همین قسم معاشره را خواسته. هر پیغمبر در هر زمان برای همین مقصد و غرض روان کرده که معاشره سالم شود، بدبختی نباشه، اضطراب و پریشانی نباشه، نفاق پراگندگی نباشه، بدبینی نباشه. هر کس حدود خود بشناسه و حدود دیگران را بشناسه، حق خود و مسئولیت خودم بشناسه، از دیگران هم بشناسه. غرض روان کردن انبیاء علیهم السلام و کتابای الله مسئله تزکیه است. پس برای ما و شما واضح میشه که کدام راهی را که ما انتخاب بکنیم که واقعا در معاشره انقلاب بیاید، معاشره تندرست شود، با جز از کتاب الله قطعا راه دیگری نداره. اگر کسی ادعا میکنه که از راه دیگری ما وارد میشیم در بین مردم تزکیه میاریم، قطعا امکان نداره، این نادرست است. چرا که راه تزکیه این نمیسته. راه تزکیه تلاوت قرآن سبب و ذریعه و انگیزه برای تعلیم شود، تعلیم سبب و انگیزه برای تطبیق عملی خودش تزکیه را میاره.
دیدیم با چشم سر، کتابا را مطالعه میکنیم. دوست و دشمن در اعتراف داره که پیغمبر علیه السلام زمانش زمانی بود که بالکل معاشره تندرست شده بود. توسط چی تندرست شده بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک آدم ناخوان است، نه نوشته میتونه نه خوانده میتونه، اما کتاب الله تبارک و تعالی برش آمده به مردم تعلیم میده، به مردم بیان میکنه، مردم فهمیدن، درک کردن. الله اکبر. شما تاریخ زمان جاهلیت هم ببینید و بعد از او کدام انقلاب و تغییراتی که توسط دین اسلام در جامعه آمده او را مطالعه بکنید، بسیار عجیب است، بسیار عجیب است. آیا امی کتاب الله تغییر در ما ورده نمیتونه؟ اگر ما باز بگردیم به کتاب الله، یقینا از خود شروع کنیم که ما موافق کتاب الله عقیده خود درست میکنم، عمل خود درست میکنم، اخلاق خود درست میکنم. هر کدام ما اینمی احساس یا شعور پیدا بکنیم که ما عقیده و عمل خود، اخلاق خود با قرآن موافق و برابر میسازیم. شما بگویید که در معاشره کدام بدبختی باز پیدا میشه؟ کلا قطعا نمیشه. اما امروز ملت ما سرگردان است، پریشان است، حالات خیلی خراب است. هر فردی را که تو سوال میکنی نخواد که حتی از پدر و مادر خود گله نداشته باشه، پدر و مادر از اولاد خود گله نداشته باشه، همسایه از همسایه گله نداشته باشه. شکایت شکایت شکایت، کل شکایت است. چرا؟ شکایت چرا است؟ ما حدودی خود نشناختیم که ما در کدام حد تصرف داریم. الله برای ما اجازه داده. چی مسئولیت داریم؟ در مورد خود ما، در مورد الله، در مورد برادر مسلمان، در مورد کسی که قطع زندگی داریم، پدر، مادر، اولاد، همسایه، کل افراد مسلمان. قرآن برای ما مشخص کرده طرز زندگی را. اگر ما یقینا بدانیم یک مشکل ایجاد نمیشه. الله اکبر. دو نفر در پیش پیغمبر علیه السلام میآمد، هر کدامش دلیل میگفت که ورق از ماست. پیغمبر به یک کلمه برش میگفت، یک کلمه را برش میگفت، گفت بدانی اگر شده میتونه یکیتان در دلیلگویی در زبان خیلی چالاک باشه و من مطابق چالاکی از او، دلیل از او، فیصله ای ورق بر از او بکنم، خب بدانی که مثل که آتش جهنم برش جدا کرده باشم. دستی دیگه صحابه میگفت میفهمید که راستی من در این ورق قصه دارم یا نه؟ دستی میگفت نه ورق از فلانیست، من دیگه در این حصه ندارم. ولی ضرورت به قاضی است، به عریضه است، به جلب و به این گپا هست، ضرورت به بندیخانه و توقفگاه و این گپا هست. این دفتر بازی ها هست که امروز تباه شده مردم. ببینیم همه بدبختی ها از این پیدا میشه که ما متوجه دین خود نیستیم، دین خود به مفهوم واقعی درک نکردیم که دین برای ما چی درسی داره. بله به که حق قرآن ادا کنیم، تزکیه خود حاصل کنیم، عمل، عقیده و اخلاق خود موافق قرآن بگردانیم. آیا به می کفایت چه و خلاص میشن؟ نه. در جامعه مسلمان ها آخری وظیفه یک مسلمان چیست؟ دعوت برای دیگر است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگر این احساس و شعور نداشتی که خیری ما برای برادر مسلمان برسه، خامخا از هر نگاه، از علمم، از مالم، از توصیه ها و گفتارم، از قوتم، از کارم باید خیر برای دیگه برسه. اگر این احساس و شعور نداشتی نگو خدا مسلمان. پیغمبر علیه السلام میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یک کلمه خلاصه میکنه، در یک کلمه مؤمن شدن نمیتونه یکی از شما تا وقتی که دوست داشته باشه برای برادری خود آن چیزی را که برای خود دوست داری. الله اکبر. چه احساس است، چقدر شعوری عظیم است. یک انسانی شعور بکنه که هر چیز با خود میخوایم برای دیگران میخوایم. ما نمیخوایم کسی مرا بد بگوید، خیر بدی کسی را نگویم. ما نمیخوایم کسی مرا غیبت کنه، غیبت دیگر را نکنم. ما نمیخوایم که کسی مرا دروغ بگوید، برای کسی دیگر دروغ نگویم. ما نمیخوایم که کسی قطع حسد و کینه داشته باشه، به کسی دیگر نداشته باشه. ما نمیخوایم سر آبرویم کسی تعرض بکنه، نکو تعرض سر آبروی کسی. ما نمیخوایم نفس مرا کسی قتل بکنه، آزار اذیت بده، سری برای کسی آزار اذیت نده. ما نمیخوایم که نعوذ بالله در مورد دینم کسی چیزی بگوید، نگو برای مردم. بس یک حدیث پیغمبر مکمل زندگی اصولی دین برای ما توضیح میده. ای افسوس که کاش که ما مقصد حدیث پیغمبر را میدانستیم، که میدانستیم در یک حدیث کل نظام دین خلاصه میشه. بگوی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب
لنفسه. بس امی احساس تو پیدا کو، مؤمن واقعی استی. خلاص مؤمن واقعی استی، همیشه امی احساس و شعور داشته باش. از امو خاطر است که حق قرآن کریم در تسکیم خلاصا نمیشه، دعوت برای دیگران میدی. تو امروز در ترجمه آمدی، مطالب خیلی بزرگه فرا گرفتی، نشستی، تغییر در تو پیدا شد، فهمیدی، درک کردی، امیره برای خصوصا به اقاربت، پدر مادرت، اولادت، برادر و خواهرت، به همسایت، به اقاربت، به همه مسلمانان باید خواسته باشی و بگویی که یقینا اگر ما فلاح و کامیابی را میخوایم دینه نیسته، بیایی که ما پشتی همین کامیابی بگردیم. سیسته که امروز جامعه جهانی آمده و تلاش دارن، میگه در افغانستان ما امنیت میاریم، ما زندگی را خوب میسازیم، لیکن زندگی را کسی هم خوب کرده نمیتونه، امنیت را کسی آورده نمیتونه تا که امنیت از درون قلب جور نشود. ما که درون قلب امنیت آوردیم، فهمیدیم که قلب ما مطمئن شد، بندگی یک الله را میکنیم و به یک نظام الله ما مطیع و فرمان بردارش هستیم، بعد از او باز میشه خود به خود امنیت بیا. هیچ ضرورت به نیروهای خارجی نداریم، اینجا فضا خود به خود درست میشه. خو نیست ما به هیچ کوشش نکردیم، ما در این مورد تلاش نکردیم. ببینه همیشه عمر ما پشتی کسب و کار دنیا تیر میشه، جمع میکنیم، میرویم، میدویم، در اوجا کسی در دریا غرق میشه، کسی در کانی زغال کان سرش میفته، کسی موتر سرش چپه میشه، کلش به خاطر پیدا کردن لقمه است که جسم ما صحیح و سالم باشه، راحت باشه، کلش. آیا برای سالمیت روح خود تلاش کردیم که روح ما چطور سالم میشه؟ این روح ما کدام غذا را داره؟ این روح ما به کدام غذا ضرورت داره؟ زندگی چی را میگه؟ زندگی تنهایی نمیسته که خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم، وسایل. نه، زندگی نام از این نیست. زمان هیچ چیز نداشته باش، خب قلبت مطمئن باشه، قلبت آرام گرفته باشه. یقینا بسا مردمای هستن که در زیر خیمه زندگی میکنه، اما زندگیشان از پاچایی کرده خیلی مطمئن است. این زندگی است. خوی اطمینان توسط چی حاصل میشه؟ بگویم هر قدر که ما در دنیا تلاش بکنیم، ما برای اطمینان روح خود، برای از اینکه روح ما خوشوقت باشه، هیچ چیزی را پیدا نمیتونیم بجز از اینکه عمل به دینی کی کنیم الله تبارک و تعالی. و عمل به دین الله موقوف بالای فهم قرآن است. تا که قرآن ندانی عمل به دین الله شده نمیتونه. اونجاست که یقینا روح خوشوقت میشه. از همون خاطر یک لحظه که ما در درس قرآن میشینیم، روح ما بسیار تازه است. چرا تازه است؟ خود به خود تازه است، به خاطری که در موقع نشستیم که الله از پیش ما خوش است. الله این مجلس خوش میکنه. یک قوم از قومات در حدیث پیغمبر چی میگه؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله. یک قوم جمع نمیشه در یک خانه از خانه هایی که در اونجا عبادت الله میشه، که وقت تلاوت کتاب الله را میکنه. در اونجا محض تلاوت گفته و یتدارسونه، بعد از او گفته که در بین خود مدارسه میکنه، یکی به دیگه مطالب قرآن که یاد کرده، یکی به دیگه تعلیم میده، یکی به دیگه بیان میکنه. الله تبارک و تعالی سه نعمت سرش روان میکنه. اطمینان سکونی قلب برش حاصل میشه، رحمت الله یاره فرا میگیره، ملائک یاره میپیچانه. بلکه چهارم نعمت، الله به نزد ملائک هم یادآوری اینمی مردم ها را میکنه. در پیش در دربار خود برای ملائک افتخاری بنده خود بیان میکنه. چقدر سعادت بخت، چقدر نیکبخت و سعادت بخش است درس قرآن کریم که بر الله تبارک و تعالی آن چیزی که مورد ضرورت انسان است کلش الله برآورده میسازه. چطور ما این مجلس خوش نداشته باشیم؟ بله، حق قرآن کریم اینوی ششم حقیش است که ما دعوت به سوی قرآن بدیم. دعوت به سوی قرآن کریم، یک کسی علم داره به قرآن ترجمه را شروع کنه، این دعوت به قرآن است. یک کسی تلاوت درستش داره به مردم تعلیم میده، دعوت به سوی قرآن کریم است. یک کسی حکم قرآن یاد گرفته، امروز در ترجمه قرآن نشسته، مسئله را یاد گرفته، نفر میبینه در سرک تیر میشه. به طور مثال براتون بگم، دمی سرکی که از طرف قلعه فتح الله و چارقلا میره، در مابین سرک یا در لب سرک یک جارت است، تیکه ها سرش انداخته شده. اونجا نفر میبینی که قدر عاجزی میکنه، سری خود در سری قبر مانده رو ایسته. تو میری دعوت میدی که بیا در کمی کار در دین نیست، این نارواست،
ای کی است؟ ای چقدر تصرف داره؟ ولی است؟ بله هم ولی باشه، بالکل ولی. ولی چی معنا داره؟ ای به خاطر ولی است که به الله خود نزدیک کرده توسط عمل. ای خود خوب بندی الله جور کرده، تو خود خوب بندی الله جور کن. از تو می مطالبه شده، الله از تو مطالبه کرده. یام دعوت به سوی چیست؟ قرآن کریم است. حق قرآن باز ادا میکنیم، در غیر از او باز حق قرآن تکمیل نمیشه. قرآن سر ما همی حق داره. این 5 حق قرآن کریم است. خب ضرورت برای ترجمه چیست؟ چرا ما ترجمه را در راه میندازیم و برادرها و خواهرها را دعوت میدیم که یک چیزی از لحظه عمر خود در اینجا مصرف بکنه؟ چی ضرورت داریم؟ ضرورت بر ما هست؟ نیاز داریم به ترجمه قرآن کریم؟ بله. پیغمبر علیه السلام آمده برای هدایت بشریت و پیغمبریش عام است، کل انسانیت تا روز قیامت پیغمبر است. بعد احکام الله را برسانه، به کل مخلوق برسانه. یک پیغمبر بود وفات کرد، اما احکام الله را کی برسانه؟ مؤمن است. امی کسی که گرویدی امی دین شده، امی نظام شده، یا مسئولیت داره که پیام الله را که از زبان پیغمبر تشریح شده ای را به کل جهانیا برسانه، بیان کنه. اگر ما بگوییم که نه بچه ما تلاوت قرآن آیات داره قرار در خانه خود میشینم، نه، باز خود قرآن مطلب و مقصدش به مردم نرسید. ما هم وظیفه و رسالتی که در مورد قرآن داشتیم او را ادا نکردیم. از او خاطر ما ضرورت داریم که قرآن ترجمه بکنیم. چرا ضرورت به ترجمه قرآن داریم؟ سوره فرقان هم میکشیم آیت 30 را و این را کمی ترجمه میکنیم به خاطر که بدانیم که در روز قیامت پیغمبر علیه السلام از کجا شکایت داره و پیغمبرش که سرش می نازیم در پاره 19 نمبر سورت 25 است. سورت 25 است آیت 30. الله تبارک و تعالی در این آیت ها حالات ناگوار قیامت بر ما بیان میکنه و تمثیل میکنه. قیامت چی تو روزی است و چه قسم میاد، کدام مردم کامیاب است و کدام ناکام است، الله بیان میکنه. کلی موضوع را بیان نمیکنیم، از آیت 25 شروع میکنیم. و یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که بشکاف آسمان بالغمام به واسطه ابرها، یعنی به مثل ابرها وار ملائکه پایین میشه. و نزل الملائکه تنزیلا، ملائکه که در آسمان ها سمک کمل پایین طرف زمین میاد. روز قیامت است، آسمان در حالت خود باقی نمیماند، زمین هم در حالت خود باقی نمیماند. الله میفرماید الملک یومئذ الحق للرحمن، تمام اختیارات و پادشاهی در این روز فقط و فقط برای الله است. کسی هم نیست که بگوید ما اینی تصرف و اینی بگوید تغییر آورده میتونم، اینی ملکیت دارم. کسی نیست، یک پادشاه نیست، یک مملکت نیست، یک انسان نیست که بگوید که ما انگشت خود بالا کرده میتونم. نه 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 نه. زمان فرا رسیده، ساعت فرا رسیده که همه چیزا فلج شده. اختیارات مجازی که الله برای مخلوق خود داده بود این را پس گرفته. در اونجا کل اختیارات برای الله تبارک و تعالی است. خود چی حال است؟ و کان یوما علی الکافرین عسیرا، این روز خیلی سخت است بالای کفار. و کسی که در دنیا عیاشی کرد و کسی که در دنیا سرپیچی کرد از دعوت حق و پیام الله را نپذیرفت، امی کتاب الله تبارک و تعالی که بیانات برش میکرد بر از او ریشخندی معلوم میشد. نعوذ بالله. میگفت زندگی دنیا اصلی مطلب است، اصلی مقصد است. او روز خیلی سخت ترین روز است. چرا؟ آلی خو میدانه که حالت اینمی طور در پیش رو میاد و چی کرده در عمر خود؟ هیچ چیزی نکرده بجز از دشمنی نظام الله تبارک و تعالی. الله میفرماید و یوم یعض الظالم علی یدیه، در روزی که چک میلگانه، دندان میگیره از ظالم علی یدیه. اینجا مطلق ظالم گفته، بزرگترین ظالم مشرک است. چرا که حق الله را پوره نکرده، حق الله را ادا نکرده. و هر کسی که حق تلف کرده یک شهر در جای مناسبش نگذاشته او را ظالم میگه. امی ظالم انگشت خود دندان میگیره. چی افسوس میکنه که دندان میگیره؟ انسان وقتی که در یک موقع میرسه و سخت در حالت اضطراب و پریشانی واقع میشه،
و امو چیزی را که یقینا برازی آسان بود که دمی روز به دردش میخورد امور از دست داده باشه اونو وقت آدم دندان میگیره. اینی طور میگه که وای این کار شما در کدام صحنه دیده شاگرد وقتی که در پانتون امتحان میده که وقتی پارچه را ببینه که سوال آمده اینمی طور میکنه که وای چی طور خوب کتاب گرفتم در دست خود و امور را ندیدم همی سفره اونجا اینی طور افسوس میکنه. قرآن کریم حالات قیامت بر ما اینمی قسم بیان میکنه تمثیل. ظالم سری انگشت خود دندان میگیره چی میگه چی افسوس داره چی ارمان داره کدام ارمان؟ دنیایش باقی مانده زن و اولادش باقی مانده پدر و مادرش باقی مانده موترش باقی مانده منزل و بگوی پادمانش باقی مانده دشت و زراعت و زمینایش باقی مانده کدام چیزش باقی مانده از چی چیز ارمان میکنه؟ خب گوشیتان آواز کنی. قرآن برای ما میگه یقول یا لیتنی ای کاشکی اتخذت مع الرسول سبیلا. امرای پیغمبر را میگرفتم برای پیغمبر قدم میگذاشتم روان میشدم. الله اکبر. دیگه ارمان نیست دیگه افسوس نیست خو امرای پیغمبر روان شدن به نقش قدم پیغمبر روان شدن. ای کاش که این فکر در ما تازه شود ای کاش که این فکر در دماغای ما پیدا شود و پشت رای رسول بگردیم جستجو و تلاش بکنیم که رای رسول کدام است رای رسول در کجا به دست میاد یک کمی کاوش بکنیم تلاش بکنیم جستجو بکنیم که ما رای رسول پیدا بکنیم. امروز رای رسول مسدود است رای رسول بند شده رای رسول اگر کسی میگیره تاپت زده میشه رای رسول بالکل برای ما به طریق معیاری یک حلقه درس حدیثه در کابل و در تمام ولایت ها برای من نشان بده که واقعا معیاری باشه. یکی رسمی رایی به نام شیخ الحدیث ها ما داریم به نام مرکزها یا دوره های حدیث میشه. خب آن چیزی که حق حدیث ادا کنه یقینا آن چیزی که تقاضای حدیث است عملی شوه نشان بده وجود نداره. مردم حتی آشنایی نداره به علم حدیث. رای رسول از کجا پیدا میتونه؟ رای رسول بزرگای دین مثل امام بخاری و ترمذی و مسلم و ابو داود و نسائی ابن ماجه و غیرهم رحمت الله علیهم به کمال عرق ریزی جمع کردن تدوین کردن کتاب تصنیف کردن به خاطر که به امت بعدی به مردمای بعدی آسان باشه. بسیار بزرگای دین ترجمه ها و تشریحات حدیث های پیغمبر کرد. خب لیکن شما برید یک مسجد یک کتاب حدیث پیدا کنید. امروز شما برای امتحان برید مساجد یک کتاب حدیث طلب کنید که کتاب حدیث در مسجد وجود داره یا نداره. روز قیامت فرا میرسه انسان فقط افسوس آرمانی چی را میکنه که یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا الله یا افسوس کاش که امرای پیغمبر رای خدا انتخاب میکردم امرای پیغمبر روان میبودم. رای پیغمبر حالی موجود نیست. رای پیغمبر مدون شده در کتب حدیث برای ما تدوین شده و برای ما رسیده. ما باید بخوانیم مطالعه کنیم سرش عمل بکنیم. بحث وضویش میایه در حدیث وضو را مطابق حدیث انجام بده. نماز میایه مطابق حدیث انجام بده. نکاح میایه مطابق حدیث انجام بده. سوگواری و مرگ میایه مطابق حدیث انجام بده. بیع و فروش میایه مطابق حدیث انجام بده. یک گوشی زندگی اونجا اونطور نیست که تشریح نشده باشه. داخل میشی در مسجد در حدیث برات میگه چه قسم داخل شو کدام پایت اول داخل کو کدام دعا را بخوان مسجد سری تو چی تعظیماتی داره حقوق مساجد که در حدیث بیان شده که بیان شوه ایران میمانی. الله اکبر که من مسلمان حق مسجد ادا کردم یا نه. خود شما را قسم میدم کدام روز در سر منبر جمعه از علمای ما آداب مسجد برای ما گفته تشریح کرده. تعلق و رابطه با حدیث پیغمبر نداریم که آداب برای ما بیان شوه که یک مؤمن وقت داخل مسجد میشه چی معامله چی حق مسجد سری ما داره. کدام حق مسجد برای ماست؟ امروز مساجد ما مرکزای واکسین است. مساجد ما مرکزای فاتحه خوانی است. مساجد ما امروز ناندهی و لیمه در مساجد میشه.
امروز مساجد ما فقط نعوذ بالله برای او اموری است که در دین حتی وجود ندارد. اما مسجدی که مسجد نبوی بود برای درس حدیث، یک درس حدیث وجود ندارد. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده. جان و جهان خریده از درس های قرآن، از درس های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن.